عزیز سلام، با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. در این آموزش یاد بگیریم که یه آواتار سخنگو داشته باشیم که حالا بر اساس صدا یا متنی که بهش میدیم برامون یه مجری یا یه آواتاری بیا صحبت کنه. اونایی که مثلا میخوان تولید محتوا انجام بدن در مورد یه چیزی ولی خجالت میکشن جلوی دوربین بیان، این هوش مصنوعی میتونه بهشون کمک کنه. خب بریم برای آموزش. توی گوگل عبارت هیگن سرچ میکنید و اولین سایت رو باز میکنید. خب اه، در ابتدا شما باید روی دکمه Get Start for Free بزنید. از این هوش مصنوعی با هر جیمیلی شما میتونید یک بار رایگان استفاده کنید و بیشتر از اون اگه بخواید باید اکانتش رو تایید کنید. در ابتدا باید یه حساب جیمیل بهش وارد کنید برای استفاده رایگان. جیمیل هم من وارد میکنم. کانتینیو. خب حالا اکانتم وارد شد. چوز فری رو میزنم برای استفاده رایگان. حالا یه سری مراحل داره، اگه ازتون سوال پرسید رد میکنیمشون. در اینجا این بالا سمت چپ روی کریت ویدیو میزنید. توی این قسمت بهتون میگه که ویدیویی که میخواین به صورت سایز استوری باشه یا سایز کلیپ باشه، لندسکیپ باشه. یا ما میزنیم که لندسکیپ باشه. و حالا تنظیمات رو حالا در این قسمت شما نیازه که آواتارتون انتخاب کنید. یه قسمت داره ریپلیس آواتار، انتخابش میکنید. یا شما میتونید کریت کنید آواتارتون رو، بسازید یا آواتار مخصوص به خودتون رو، یا میتونید از اون آواتارهایی که داره و سبکایی که داره توی خود هوش مصنوعی استفاده کنید. حالا ما از خود اون سبکا استفاده کنیم که حالا چیزهای مختلف، سبک مختلف رسمی داره، نمیدونم لایف استایل داره، سبکای مختلف کامیونیتی به عنوان سبکای خاص میتونید استفاده کنید. چیزهای مختلف داره. حالا ما مثلا میایم یکی از این آواتارها رو انتخاب میکنیم. مثلا میایم اینو انتخاب. باز همون آواتار توی زوایای مختلف ایستاده نشسته براتون میاد که یکی از اونها رو انتخاب کنید. ما مثلا اینو انتخاب کنیم. خب حالا آواتارمون انتخاب شد. میایم صدای گوینده انتخاب کنیم که حالا صداهای مختلف داره که شما میتونین بیاین بر اساس کشور خودتون مثلا بیاین فارسی رو انتخاب کنیم، از توی لینک پرسین انتخاب میکنیم. اینا سبکای مختلف صدایی هست که میتونیم استفاده کنیم. ما مثلا اینو انتخاب کنیم. خب تصویر آواتار رو انتخاب کردیم، صدا رو انتخاب کردیم. حالا میایم بهش یه متنی رو میدیم که برامون بگه. خب ما مثلا میزنیم که سلام، میخوام بهتون آموزش بدم چطور با مصنوعی کار. حالا تنظیمات رو انجام میدیم، سکانس اضافه میکنیم، نمیدونم برای زوایای مختلف. دوباره مثلا تو همین زاویه که بود زاویه بعدی مثلا میدیم که امروز چه هوای، ببینید میاد از زوایای مختلف که بهش سکان. و حالا اگه اوکی بود حالا از این بالا میتونیم آواتار دیگه بهش اضافه کنیم، متن اضافه کنیم، تصویر ویدیو بهش اضافه کنیم، قسمت های مختلفش المنت داره، کپشن داره، بکگراندش عوض کنیم. چیزهای مختلف، تنظیمات مختلف داره که میتونیم باش کار کنیم. خب اگه تنظیمات اوکی بود و همه چیز
اوکی شد. شما میتونید در نهایت این بالا سمت راست روی گزینه جنریت بزنید تا براتون خروجی بگیره. و حالا اینجا براش یه اسم میذاریم، آموزش آوات مثلا. توی پوشه ما ویدیو ثبت بشه. رزولوشنش انتخاب میکنیم که حالا رایگانش 720p. فریم ریتش انتخاب میکنیم، نوع فرمتش. و در نهایت روی سابمیت میزنیم. شروع میکنه خروجی گرفتن از اون کاری که انجام دادیم. حالا مثلا این سری سوالات هم از اون ممکنه بپرسه. این همونطور که میبینید داره خروجی میگیره و رندر میگیره از اون ویدیویی که ساختیم با اون آواتار. خب همونطور که میبینید ویدیو ساخته شد. بریم ببینیم که چطور شده. خب پلی کنیم. سلام، میخوام بهتون آموزش بدم چطور آواز سخنگو داشته باشید. امروز هوای خوبی. خب همونطور که میبینید ویدیو ساخته شد. برای دانلودش هم این بالا سمت راست روی دانلود میزنید. دوباره دانلود. ویدیویی که ساختیم براتون دانلود شد، میتونید استفاده کنید.